الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 45 از آموزش توحید است. ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما یک چند مسئله را یا موضوع ها را در باب توحید شرح و توضیح و بیان خواهیم نمود. برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم. اولین موضوعی که در آن صحبت میکنیم به نهایت موضوع مهم است که هر یک شما باید بدانید و دانستن این موضوع بسیار مشکلی این عصر را حل و فصل می نماید، مشکلی این زمان فتنه را بیان می کند و حقیقت را به شما می فهماند. این یک قاعده بزرگ است که علما میگند تغییر الاسماء لا یغیر الحقائق والمسمى والحکم. تغییر دادن نام ها حقیقت یک مسئله را، نام همون مسئله را و حکم همون مسئله را تغییر نمی دهد. بله، از ترجمه کردن این قاعده شاید شما چیزی نفهمیدید، اما با مثال آوردن به شما این قاعده را واضح میکنیم، چرا که علما میگن بالمثال یتضح المقال. با مثال آوردن سخن واضح کرده، شرح داده می شود، فهمانیده می شود. با این قاعده ما قصد داریم مشرک های زمان خودمون را، حالتشون را بیان بکنیم. حالت مشرک هایی که در این عصر و زمان، در این وقت در بین من و شما وجود دارند، حالت اونها را بیان بکنیم. مشرک هایی که در همین زمان به شرک واقع می شوند، به شرک صریح، به شرک آشکار، دیده و دانسته به شرک واقع می شوند، اما نام شرک را به دیگر نام نامگذاری می کنند. انا همینجا شما دقت بدید، یعنی غیر الله را دعا می کنند، غیر الله را عبادت می کنند، از غیر الله طلب شفاعت می کنند، از مخلوقین، از مخلوق هایی که الله خلق کرده طلب شفاعت می کنند، یعنی شرک واضح می کنند. مخلوق پرستند، مخلوق ها را عبادت می کنند، یا قبر پرست یا اولیاء پرست. یا که نظر بکنیم مراجعت به محکمه های طاغوتی می کنند، تحاکم می کنند، تحاکم به سوی طاغوت و کفار می کنند، اما این عمل های شرکی را شرک نمی شمارند. میگن که این عمل ها شرک نیست، یعنی غیر الله را دعا کردن و عبادت کردن، از غیر الله طلب شفاعت کردن، سبحان الله، قبر پرست و سنگ پرست و غیر الله پرست شدن و مراجعت کردن به محکمه های طاغوتی و کفری را میگن که این شرک نیست و نامش را دیگر میگذارند، نام این عمل ها را دیگر میگذارند. مثلا دعای مرده ها، مرده پرستند، مرده ها را عبادت میکنند، یا که یک نمود عبادت استغاثه، یعنی فریادرسی کردن، یعنی از الله طلب کمک کردن در حالتهای مشقت و در حالتهای وزنینی.
همون استغاثه را به غیر الله به الههای باطل انجام میدهند و نام این را چی میگند؟ توسل میگند. مرده را میپرستند، اولیا میگند و مرده را میپرستند، قبر پرستند. سبحان الله، آلهه های باطل را، معبودان باطل را استغاثه میکنند و بجز الله عبادت میکنند و نام این عملهای شرکیشان را دیگر میگویند، میگند که این توسل است. این شرک نیست، میگند این توسل است. یا میگند این یک ندا هست، واسطه قرار دادن بین ما و الله است. یا میگند این نزدیک شدن به الله است، به همین واسطه، به همین نمود توسل ما به الله تقرب میجوییم، یعنی نزدیکی میجوییم. سبحان الله. و نامی همون مرده که میپرستند، مرده را که میپرستند یا قبری که در بولش دعا میکنند، همون معبود را، همون اله را، برای که این قبر وقتی که پرستیده میشد اله شد، معبود شد، مدعو شد، دعا کرده ایستاد از مردم. مثلا قبر را، مزار را، سنگ را، درخت را، مرده را وقتی که عبادت میکنند، بله این معبودشان شد. اینها بجز الله معبودی دیگر گرفتن، یعنی سبحان الله یک ذات دیگری که عبادت کرده میشود. نام این طاغوت را میگن که این یک سید است، این ولی است. سبحان الله. ببینید امروز در این عصر و زمان میلیون ها انسان قبر میپرستند، میگویند که این توسل است، این شرک نیست، این واسطه بین ما و الله است، این تقرب و نزدیکی جستن به الله است. و این معبود و الهه رو میگن که نه این معبود نیست، این الهه نیست، معبود الله است، اله الله است، اما این سید است. سید یعنی بیند انسان خوب، سید این ولی هست، یعنی دوست الله است. امروز رافضه رو میبینید که همه اش قبر پرست است، به همین دعوا، به همین ادعا. همچنین ادعا دارد صوفی ها همه اولیا پرست و قبوری هست. دعوایش همین است که میگه که قبر پرستی، این قبر پرستی نیست، این وسیله گرفتن است، این مرده پرستی نیست، این توسل و واسطه است، این تقرب به الله است. و این کسی که ما میپرستیم این اله نیست، این معبود نیست، این ولی هست، این یک آدم صالح است، این یک شیخ است، این یک امام است، این پیشوا است، این یک اولیا بود. سبحان الله. یعنی ببینید حقیقت نامش را دیگر میکنن. نام این عمل مرده پرستی بود، استغاثه کردن به الههای باطل بود. قرآن و سنت این عمل را نامگذاری کرده است. الله و رسولش صلی الله علیه و سلم میگه که این کسانی که قبر را میپرستند، غیر الله را دعا میکنند، اینها مرده پرستند، اینها مرده را عبادت میکنند. انسان ها یک مخلوق را مخلوق پرستند، اینها الههای باطل را عبادت میکنند، اینها مشرکند. این توسل نیست، این تقرب جستن به الله نیست، این شرک است. این کسانی که شما عبادت میکنید در درون قبر هستند، خودشان محتاجند. اینها را شما سید و ولی میگید، اما اینها را شما خودتون همچون اله گرفتید، اینها را معبود گرفتید بجز الله سبحانه و تعالی. شریعت این ببینید چگونه میگه. شریعت میگه که این عملتون شرک است، شما مشرکید، شما مرده پرستید، شما قبر پرستید، شما این مرده ها را به خود معبود خود، اله خود، خدای خود گرفتید. سبحان الله. اما مشرک ها نام این قرآن و سنت گذاشته را تغییر میدن، میگن که بله این مرده پرستی نیست، این شرک نیست، ما هم مشرک نمیشویم، ما این مرده ها را معبود و اله خدای خود نگرفتیم، اینها سید هستند، اولیا هستند. ما تقرب، نزدیکی به واسطه همونها به الله میجوییم. والعیاذ بالله. عیناً سخن ابو جهل، عیناً شرک ابو جهل. یعنی اینها نام شرک را تغییر دادند،
و بعد از همین حکمش را هم تغییر دادند. نام شرک را وسیله گذاشتند. نام شرک را تقرب، نزدیکی به الله گذاشتند. نام معبود و اله باطل را سید و ولی و اولیا گذاشتند. و وقتی که نامش را تغییر دادند، نام شرک را تغییر دادند، خود به خود حکم را هم که این انسان ها مشرک میشه تغییر دادند و گفتند ما مشرک نیم، ما مؤمنیم. برای همین علمای اهل سنت و الجماعت یک قاعده بزرگی را سبحان الله به وجود آوردند. قاعده را ذکر نمودند، گفتند تغییر دادن نام یک مسئله، یک چیز، لا یغیر الحقائق، حقیقت همون مسئله و موضوع و همون چیز را دیگر نمی کند. یعنی ما نام شرک را دیگر گوییم، مثلا مرده پرستی، قبر پرستی، بت پرستی، وطن پرستی و صنم پرستی و سنگ و درخت پرستی و این همه شرک را وسیله گذاریم، نام شرک را وسیله گوییم، تقرب به الله گوییم، هم حکم باقی میماند، حکم دیگر نمی شود، حقیقت مسئله دیگر نمی شود، حقیقت مسئله در جایش می ایستد. باز این همون نامش دیگر شود هم باز شرک است. قبر پرستی را شما الله پرستی گذارید هم این شرک است. مرده پرستی و استغاثه کردن مرده ها را، یعنی طلب دعا کردن از مرده ها، مرده پرستی، مرده را بین خود و بین الله وسیله قرار دادن را توسل گذارید، نزدیکی به الله گوید، هم این شرک است و انسان مشرک می شود. چرا که تغییر دادن نام حقیقت این مسئله را، حقیقت این موضوع را و این چیز را و حقیقت حکم را تغییر نمیدهد، حکم باقی میماند. سبحان الله. اما امروز در زمان من و شما زیادند مشرک ها، یا که بگم همه مشرک های زمان ما همچنین یک گویا زیرکی، احمقی، جهالت را استفاده میبرند. از نظر این مشرک ها این یک زیرکی است. مشرک ها گمان میکنند که وقتی که نام شرک را عوض کردند، نامی سبحان الله این قبر پرستی و مرده پرستی و بت پرستی را دیگر کردند و گفتند که نه این قبر پرستی نیست، حکم دیگر می شود. نه والله، حکم باقی میماند. شما مرده پرستی را الله پرستی بگویید، قبر پرستی را هم الله پرستی گویید، چیزی نگویید. وقتی که عمل شما شرک است، حکم بر بالای شما واقع می شود. این حکم شرک است و همون انسان مشرک است. تغییر دادن نام، تغییر دادن نام همون عمل، حکم عمل را دیگر نمی کند، حقیقت همون عمل را دیگر نمی کند. سبحان الله. پس ببینید که امروز مشرک های زمان ما آیا همچنین هستند یا نیستند؟ بله، این قاعده برای مشرک های زمان ما هست. مشرک هایی که شرک را میکنند و میگن که این شرک نیست. مشرک هایی که امروز البته طائفه های از مشرک های، یک طائفه از مشرک های زمان ما، عصر ما هستند که شرک قانونبراری را، شرک تشریع، شرک تحلیل، شرک تحریم، شرک حکم کردن بغیر ما انزل الله، این همه شرک را نامش را تغییر دادن. گفتن این یک نظام است، این یک تنظیم اداری هست، این یک تنظیم مدنی هست و این یک مصلحه عصر است. برای همین گفتن این شرک نیست. بله، امروز مشرک های زمان ما بینگرید به یک چند قسم تقسیم میشوند، یا عموما به دو قسم بزرگ تقسیم میشوند. قسم اول مشرک هایی که شرکشان در عبادت غیر الله هست، آشکار عبادت را به غیر الله انجام میدهند، به مانندی سبحان الله سجده کردن به سر قبر، به مزار، عبادت را انجام دادن به قبر، به مزار یک. یا که بسیارترین مشرک های زمان ما که از رافضه و از صوفی ها هست، اشعری و ماتریدی و غیره ها،
استغاثه میکنند مرده ها را، از مرده ها طلبی منفعت میکنند یا دفع مضرت میکنند. یعنی دعا را از الله نمیکنند و از مرده میکنند، طلب را از مرده میکنند. ما گفتیم دعا عبادت است، باید تنها از الله دعا کرده شود، یعنی طلب کرده شود چیزی را، منفعتی را، یا که طلب دفع مضرت کرده شود. هر کسی که همین دعا را به غیر الله انجام داد، به اولیای انجام داد، یعنی از یک مرده اولیا یا که از قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت و دعا کرد و طلب کرد، این مشرک شد. یعنی اکثرین مشرکای زمان ما همچنین هستند که سبحان الله دعا میکنند، از مرده ها طلب میکنند، مزار رو میپرستند، یعنی از مزار طلب دعا میکنند، طلب شفاعت میکنند، طلب منفعت میکنند یا دفع مضرت میکنند، یا بین خود و بین الله مرده ها رو واسطه قرار میدن، توسل قرار میدن، استغاثه قرار میدن. یعنی میگن که یعنی ما رو در نزد الله شفاعت کن، یا از الله ما رو در حقمون دعا کن، که این شرک اکبر است. خیلی که ابن تیمیه رحمه الله ذکر میکنه در کتاب الصارم المسلول. پس اینها قسم اولی مشرکا هستند که مستقیم قبر پرستند، اینها مرده پرستند، اینها قبر پرست، مرده پرست، اولیاء پرست، سبحان الله سید پرستند. امروز میلیون ها اینچنین انسان هایی که خودش را مسلمان میگه در مصر در گرد قبر سید بدوی، در گرد قبر حسین، سبحان الله میلیون ها به نام مسلمان طواف میکند، سجده میکند، دعا میکند، بین خود و بین الله واسطه قرار میدهد. همه اینها مشرک است، اما نامش رو اینها تغییر میدهد، میگن که این وسیله است یا که واسطه است یا که تقرب است، نامش رو تغییر میدن، لیکن حکم واقعی است اینها مشرک است. در عراق هم همچنین است، در ایران رافضه ها، در تمام دنیا رافضه ها همچنین است که اینها علی را، حسن، حسین و 12 امام های خود را عبادت میکنند، قبر پرستند. یا صوفی ها، یا که اشعری و ماتریدی ها که استغاثه کردن به غیر الله را، یعنی یا توسل کردن، یعنی بین خود و بین الله واسطه قرار دادن را، طلب دعا کردن از مرده ها را اجازت میدهند، والعیاذ بالله. اینها انمین قسم اولا، نامش رو عوض میکنند، شرک را شرک نیست میگن. امروز صوفی ها همچنینند، اینها مستقیم قبر پرستند. اینها قسم اولی مشرکای زمان ما هستند. قسم دومی مشرک زمان ما، اینها قبر پرست نیستند. اینها میگن که کسی که قبر میپرستد مشرک است، والله اعلم همچنین سخن هم دارند. اینها قبر پرستان را بی عقلان میگن. قسم دومی مشرکین، مشرکایی که در امروز در بین من و شما، در این زمان من و شما بینهایت زیاد شده است، این چنین مشرکا، اینها قبر پرست نیستند. اینها به نزد قبر نمی روند. قبر پرست ها را مشرک هم میگن، قبر پرست ها به عقل و تنگ نظر میگن، اما خودشان مشرکند. شرک اینها سبحان الله اساسا در ربوبیت، در شرک تشریع، شرک قانون براری، شرک حلال و حرام کردن، شرک حکم کردن به غیر حکم الله است. اصل این شرک در ربوبیت است. قسم اول مشرکین، رافضه ها، صوفی ها، این قبر پرست ها، اینها شرکشان در الوهیت. اما شرک این قسم دوم که عادتا اینها حزبی ها هست، اینها شرکشان در ربوبیت است. و البته این شرک حکم هم در ربوبیت، هم در الوهیت و هم در اسماء و صفات است، لیکن اصلش در ربوبیت است. شرک تشریع 100% در ربوبیت است. تحلیل و تحریم، حلال و حرام کردن، یک حلال کردن حرام الله، حرام کردن حلال الله، این شرک در ربوبیت است. این قسم دوم مشرکای زمان ما است که امروز مردم بیخبرند از این نمود مشرکا و از این نمود شرک بیخبرند. پس برادران عزیز، ما وقتی که یک صوفی رو میگیم که این قبر پرستش مشرک است، رافضه مشرک است، همه میگن
بله ما قبول داریم، برای اینکه این چنین دعوت به گوششان رسیده است، اینها فهمیدند. اما وقتی که میگیم که یک قسم دیگر از مشرکا است که وایها قبر پرست نیست، ولی قبر نپرستیده است، لیکن مشرک است از جانب توحید ربوبیت، از جانب انکار حکم الله یا که اراده حکم غیر الله، قصد کردن حکم غیر الله، اراده تطبیق حکم غیر الله. اونها مشرک شدن در تشریع، در تحلیل و تحریم، در حکم بغیر ما انزل الله مشرک شدند. اونها قبول ندارند، یا که نمیفهمند، یا که خودشون به نافهمایی میزنند، یا که در حیرت میمونند چرا که جاهلند، چرا که این قسم دوم مشرکین به اونها نرسیده است. این چنین مشرکا در زمان سلف صالح وجود نداشت. در زمان سلف صالح، در زمان صحابه رضی الله عنهم، تابعین و تبع التابعین، مشرکای قسم اول بمانند مشرک صوفی قبر پرست، بمانند رافضه ها، بمانند این چنین مشرکایی که قبر پرست بودند، بین خود و بین الله واسطه قرار میدادند، مرده ها را مرده پرست بودند، سبحان الله، مزار پرست و درخت پرست و سنگ پرست بودند، ملائکه پرست بودند. امروز که وجود دارد، در زمان سلف این چنین مشرکا وجود داشت، مشرکای قسم اول وجود داشت. اما مشرک هایی که امروز در زمان من و شما وجود دارد، که در نیمه عصر 20 یا که در اول عصر 20 و اینچنین در عصر 21 امروز در جوش و خروش است، این شرکی نو پیدا شده، سبحان الله، در زمان سلف صالح اینچنین فرقه، طائفه یا یک توده از مردم نبود که اینچنین شرک را انجام میدهد. بله سلف صالح ذکر کردن مسئله رو، سلف صالح حکم رو گذاشتن، گفتن که هر کسی که قانون رو غیر قانون الله انتخاب کند یا قانون رو برارد که غیر قانون الله باشد، خودش کانستیتوسیون سازد مخالف کانستیتوسیون قرآن و سنت، قانون سازد مخالف قرآن و سنت، یعنی این تشریع است. تشریع قانون برآوردن، یک شریعت ساختن، یک نظام ساختن برارد، این کافر است و مشرک است. هر کسی که حلال کرده الله را حرام بگوید این کافر است، هر کسی که حرام الله را حلال بگوید کافر است. یعنی قانون های نو برآورد، بمانند دموکراتیا، یعنی باز حکم کند بغیر ما انزل الله، بغیر قرآن و سنت حکم بکند، مطلقاً نظام به یک سبحان الله سیستم دولتداری کند که سیستم مثلا غیر الله رسول باشد. و امروز بگم علمانی، سکولاریستی، دموکراتی و غیره، لیبرالی، گفتن این شرک است و کفر است. اما این چنین مسلمان ها در زمان سلف صالح نبود. در زمان سلف صالح یک طائفه نبود که بگوید که ما مسلمانیم اما بغیر حکم الله حکم میکنیم، ما مسلمانیم حلال الله را حرام و حرام الله را حلال میگیم، ما مسلمانیم قانون نو میسازیم، قانون قرآن و سنت رو ما میگیم که به یک طرف میسد، یا قرآن و سنت در این زمان سبحان الله قانونش درست نیست، یا که قرآن و سنت تشدد است و رادیکال است والعیاذ بالله، یا که قرآن و سنت نظام ندارد، قرآن و سنت فقط برای عبادت مسجد داخلش هست. این چنین مردم وجود نداشت، این چنین طائفه وجود نداشت. اما امروز در زمان من شما وجود دارد. از همین جهت امروز مسلمان ها برای فهمش این مشرک های زمانه، در فهمش این مشرک های زمانه کمی تنقیسی میکشند، کمی مشکلی ایجاد میشود در نزد اونها که میگن چرا اینها مشرک است، چرا اینها مشرک است، چرا ما تا امروز نفهمیدیم. برای این که شرک در هر یک زمان سبحان الله یک شاخه های نوی خود را به وجود می آورد. هر زمان به خودش یک شرک جدید نو وجود دارد. سبحان الله. برای همین تمام مسلمان ها قریب فهمیدند، اکثر مسلمان ها فهمیدند که قبر پرستی این شرک است، واسطه گرفتن بین خود و بین الله شرک است، یعنی واسطه گرفتن به واسطه های غیر مشروع، واسطه هایی که شرکی هست، واسطه گرفتن مرده ها، واسطه گرفتن اولیاء ها، واسطه گرفتن قبر ها، واسطه گرفتن مزار ها بین خود و بین الله، دعا کردن مرده ها، استغاثه کردن مرده ها، این همه شرک است. این فهمیدن، چرا که
سلف صالح در این مسائل صحبت کردند. در زمان سلف صالح این چنین انسان ها بود، تنبیه میدادند. اما قسم دوم مشرکین که قانون غیر الله را میخواهند، قانون برارند، پارلمانت سازند، در پارلمان میشینند، قانون های غیر الله را باز تشریح و ترجیح میدهند و حکم غیر ما انزل الله میکنند، این چنین شرک را نفهمیدند و این چنین مشرک ها را، اهل این شرک را نشناختند، چرا که این شرک در زمان ما به وجود آمد. پس امروز طائفه های زیاد از مشرکین عصر ما وجود دارد که شرک قانون براری را که شرک تشریع میگند، یا که شرک حلال و حرام را، یا شرک حکم بغیر ما انزل الله را نامش را دیگر میکنند، میگند که این شرک نیست، این یک نظام است، این یک تنظیم اداری است، یا که این یک تنظیم مدنی است، یا که این یک مصلحه است. سبحان الله. بعد از این همه میگیم که این همه سخنهای شما، این همه تغییر دادن نام شرک شما، تغییر دادن هایتان حقیقت این مسئله را تغییر نمیدهد، بلکه حکم واقع است. بلکه این همه مرده هایی که شما عبادت میکنید، بلکه این همه قانون هایی که شما قبول کردید، بلکه این همه حلال و حرام هایی که شما میکنید، بلکه این حکم بغیر ما انزل الله که حکم میکنید، این همه طاغوت است. این همه را آلهه میگوییم، این همه سبحان الله شرک است و کفر است. و هر کسی که به این فعل، به مرده پرستی، به استغاثه الههای باطل، سبحان الله، به قبر پرستی و مزار پرستی مشغول است، هر کسی که قانون میبرارد یا قانون غیر الله را ترجیح میدهد، یا اراده قانون غیر الله میکند، یا که حلال را حرام میکند و حرام را حلال میکند، یا که حکم به حکم بغیر ما انزل الله مطلقا میکند، گرچه که نامش را دیگر کند هم، این چنین انسان ها مشرک است، کافر است و این عمل شرک است و کفر است و صاحبش را از ملت اسلام بیرون میکند. انا همین مسئله را میخواستم امروز به شما بفهمونم، چرا که مسئله به نهایت ضرور است و ضرور است و ضرور است. شما باید فرق این دو مشرک را در این زمان بفهمید، شبهه اینها را بفهمید. امروز خواهر و برادران موحد زیاده را من میشناسم که قبر پرست را مشرک میگویند، شرک صوفی ها را، نقشبندی و دیوبندی و این صوفی به تمام فرقاش را فهمیدند، شرک رافضه ها را فهمیدند، استغاثه کردن و مرده پرستی و توسل غیر الله را فهمیدند که این شرک است. اما شرک تشریع، شرک تحلیل، شرک تحریم، شرک حکم کردن به غیر ما انزل الله، شرک اراده، شرک اطاعت، شرک طاعت، شرک محبت، این نمود شرک ها را نفهمیدند. یک قسم از شرک را فهمیدند، قسم دیگری از شرک را نفهمیدند و برای همین مشرک را مشرک نمیگویند، برای همین خودشان به شرک واقع میشوند. اما انسان های خوب هستند، میخواهند که فهمند، اما معلومات به اونها نرسیده است. برای همین ما باید تعلیم بگیریم، برای همین الله امر کرد که ما باید تعلیم بگیریم، شناسیم. و امروز به هر یک انسانی که موحد است و موحد شدن میخواهد و میخواهد که اسلام خودش را حفظ کند، مؤمن بماند و از فتنه این عصر، از فتنه شرکی، فتنه بزرگترین فتنه شرک، از شرک و از کفر نجات بیابد، در امان باشد و امن بیابد، باید شرک تشریع، شرک تحلیل و تحریم، شرک در حکم، شرک حکمی بغیر ما انزل الله، شرک اطاعت یا که شرک طاعت، شرک اراده، شرک محبت را باید آموزد، فهمد و اهل این شرک را بیاموزد و حکم آنها را بگذارد، وگرنه سبحان الله در خطری بزرگ است. پس ابن تیمیه رحمه الله در کتاب درء التعارض بین العقل و النقل در مجله اول صفحه 228 یا 27 در همین مسئله، در همین موضوع وابسته به همین قاعده سخن میکنن. یعنی یک شرک نامش دیگر کنید هم باز این شرک باقی میماند، باز همون حکم میشود، گرچه که نام شرک دیگر کنید هم سخن میکنن. میگن ولهذا كان من اتباع المتكلمين من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها كما يدعو الله تعالى ويصوم لها وينسك لها ويتقرب اليها ثم يقول ان هذا ليس بالشرك وانما الشرك اذا اعتقدت انها هي المبادره لي. یعنی برای همین میگن از پیروان اهل کلام
پیروهای متکلمین، کسانی که به آفتاب و ماهتاب و به ستاره ها سجده میکنند، این آفتاب و ماهتاب و ستاره ها را دعا میکنند، از اینها دعا میکنند، به اینها عبادت را انجام میدهند. چگونه که عبادت را به الله انجام میدهند سبحانه و تعالی، این چنین عبادت را به آفتاب و ماهتاب و ستاره انجام میدهند. سبحان الله. و بعد از این میگویند که این شرک نیست. آفتاب عبادت میکنند، ماهتاب عبادت میکنند، ستاره عبادت میکنند، یا که بگیم مردر عبادت میکنند، قبر پرستند، به حکم غیر الله حکم میکنند. یعنی عبادت است. عبادت یعنی به غیر الله انجام میدهند. و بعد از این میگن که با این شرک نیست. باز میگفتن که این شرک نیست. میگفتن که انما الشرك اذا اعتقدت انها هي المدبره لی. یعنی همان وقت شرک میشود که میگفتن زمان اعتقاد کردی که اینها مدبری من است. یعنی آفتاب عبادت کنی، به آفتاب سجده کنی، به ماهتاب و ستاره تمام نمود عبادت انجام دهی، مشرک نمیشوی. مرده پرست شوی هم مشرک نمیشوی. میگفت است اینا. همان وقت مشرک میشوی که تو بگویی که آفتاب و ماهتاب و این مرده ها و غیره مدبری من است، یعنی تغییر دهنده زندگی من، نگهدارنده زندگی من همین ها است، گویی بعد مشرک میشته. یعنی شرک ربوبیت. یعنی این صوفی ها است، این عقیده باطل است که شرک را در ربوبیت فقط میدانند، در الوهیت نه، اعتقاد، یا که شرک را فقط در اعتقاد میدانند. شرک قول و شرک عمل وجود ندارد در نزد اینها. لیکن اهل سنت و الجماعت میگن شرک فقط اعتقادی نیست، بلکه قولی عملی است. یعنی همچنین میگفتند که همون وقت مشرک میشه که اعتقاد بکنی که اینها مدبری تو است، کار تو تدبر میکنند. اما اذا جعلتها سببا وواسطه لم اكن مشرکا. اما اگر زمانی که میگفتند من مرده رو یک سبب گرفتم، آفتاب پرست، یا که آفتاب رو عبادت کرده باشم، هم ماهتاب رو یا ستاره رو یا درخت رو یا مزار رو عبادت کرده باشم، هم این یک سبب گرفته باشم، یک واسطه بین خود و بین الله گرفته باشم، مشرک نیستم. میگفتند والعیاذ بالله. لیکن این سخنی باطل است. شیخ الاسلام تیمیه میگن که این باطل است، بلکه اینها مشرکند، همشون مشرکند، گرچه که این شرک نیست، مشرکند. ابن القیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین مجله اول صفحه 344 ذکر میکنند و میگن که و من انواع الشرك سجود المرید للشیخ، و یکی از نمودها و نوعهای شرک سجده کردن مرید به شیخش است. مرید و شیخ این صوفی ها مرید دارد و شیخ دارد. همه انسان در این فرقه و مذهب صوفی باید مریدی یک شیخی باشد، و البته مریدها به شیخش سجده میکند. و یکی از نمودهای شرک همین است که مرید رود به شیخش، به این سبحان الله ایشانش سجده کند. فانه شرک من الساجد والمسجود له. این شرک است، میگن هم از سجده کننده و هم از سجده شونده. هم سجده کننده مشرک است، هم سجده شونده مشرک است. اما میگن والعجیب انهم یقولون ليس هذا بسجود وانما هو وضع الراس قدم الشيخ قدام الشيخ احتراما وتعظيما. اما عجیبش اینجاست که میگن این مشرک ها و این صوفی ها، یا بگیم این رافضه ها و غیره کسایی که شیخ پرست است و مرید، یعنی بگیم اولیاء پرست است، اینها میگفتن که این سجده نیست. ما سجده میکنیم به شیخمون، لیکن این سجده نیست، همچون عبادت نیست. بلکه میگفتند این سجده نیست، بلکه این گذاشتن سر به پیش پای شیخ است، همچون احترام و همچون تواضع و خاکساری. یعنی ببینید مشرک ها به شیخش، به پیشواش، به امامش، به اولیاش، بگیم به ایشونش سجده میکند و میگه که این سجده نیست، این احترام است، این شرک نیست، این عبادت نیست، این احترام است. میگفتند نام رو دیگر کردن، لیکن این شرک است. گفتن شیخ یکی از بزرگترین نمودهای شرک است. بارک الله فیکم. پس بدونید که هر کسی که غیر الله را دعا میکند، داند که خلق را همچون خودش یک انسان را دعا کرده است و به خودش اله گرفته است، همچون خودش یک انسان عادی را عبادت کرده است. قبر پرستا انسان پرستند، مثل خودشون یک آدم عادی را عبادت میکنند. و قبرنده بوده انسان اولیاء است یا نیست، این انسان است.
در قبر پیامبر باشد هم، اولیا باشد هم، کسی نباشد، این انسان است. هر کسی که می رود و عبادتش میکند، یعنی دعا میکند یا بین خودش وسیله میگیرد، استغاثه میکند، داند که مرده پرست و قبر پرست و انسان پرست است. الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف 194 خبر میدهد و میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. سبحان الله. البته آنانی که دعا میکنند غیر الله را، یعنی قبر را، مرده ها را، دانید که میگد الله عباد امثالکم، همون چیزهایی که شما دعا میکنید اینها یک بنده ها مثل شمایند. ای قبر پرست ها، ای مرده پرست ها، ای کسانی که اولیا و انبیا را عبادت میکنید، ای کسانی که شما ملائکه را عبادت میکنید، کسی را عبادت نکنید بجز الله، هر چیزی را عبادت نکنید. دانید که الله در سوره اعراف آیه 194 میگوید که همه همون چیزایی که شما عبادت میکنید مثل شما یک بنده ها هستند، مثل شما یک انسان است، یا که مثل شما یک بنده هست، بنده الله است. سنگ را عبادت کردید، سنگ بنده الله است، با الله عبادت میکند. لا تفقهون تسبیحهم، همیشه تسبیح الله میگه اما شما نمیفهمید. یک اولیا را پرستید، اولیا بنده الله است. فلیدعو، سبحان الله. پس دعا کنید، دعا کنید غیر الله را، دعا کنید یک بنده هایی که مثل خودتون است، اما ببینید که آیا اجابت میکند. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. دعا کنید و نظر بکنید که آیا به شما اجابت میکنند. پس اجابت کنند به شما اگر صادقین باشید. اگر شما ای مشرکا راستگو باشید، اگر در حقیقت این شرک شما شرک نباشد، ببینید که دعای شما را آیا این قبرهایی که شما عبادت میکنید و این سنگهایی که شما میپرستید و مزار پرستید اجابت میکنند. البته نه. چرا که اونها پا ندارند که راه گردند، اونها نمیشنوند، چشم ندارند که ببینند، اونها مردند. ای مرده پرست ها، الله به شما میگه که ام لهم ارجلی یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها. آیا این مرده هایی که شما میپرستید، این قبری که شما عبادت میکنید به خاطر اولیا و سید و غیره، آیا اونها پای دارند که راه میگردند؟ آیا اونها دست دارند که یک چیز را بقپند، بگیرند؟ آیا اینها چشم دارند که ببینند شما را؟ آیا اینها گوش دارند که بشنوند شما را؟ اصلا اینها خبر ندارند، از شما بیخبرند. بلکه روز قیامت وقتی که الله اینها را سوال و جواب میکنند، میگن یکفرون بشرککم، اونها به شما کفر میورزند. روز قیامت وقتی که همه از قبرش میخیزد، به نزد الله سبحانه و تعالی همه روبرو میشود، همه اولیاها، همه انبیاها، همه کسانی که در این دنیا پرستیده شده اند و مردم اونها را عبادت کرده، اونها کفر میورزند. با الله میگن که ما از این انسانهایی که ما را پرستید بیزاریم، ما اینها را نگفتیم که ما را بپرست، ما از اینها براءت خود را اعلان میکنیم. سبحان الله. الله خودش خبر میده، میگه یکفرون بشرککم و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا بعبادتهم كافرين. زمانی که مردم حشر میشود در روز قیامت، این انسانهای اولیا یا انبیا یا کسانی که مردم پرستیدند، مشرک ها، این قبرهایی که عبادت کردند، صاحبان قبر دشمن میشوند به همین مرده پرست ها و به همه عملهایشون کفر میورزند، کفر به طاغوت میکنند. و البته این شرک است. هر کسی که بجز الله چیزی دیگری را عبادت میکرد، این شرک است، این کافر است، این مشرک است. باید ما مشرک بگیم، عذری ندارد. چرا که الله سبحانه و تعالی در سوره مؤمنون آیه 117 خبر میدهد. الله سبحانه و تعالی میگه و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. هر کسی که بجز الله، بغیر الله چیزی دیگری را دعا می کند، و من یدعو، هر کسی که دعا می کند
من دون الله، بجز الله، الها آخر، یک اله دیگری را، یعنی یک چیزی دیگری را، فرق ندارد، انسان است، مزار است، سنگ است، بت است، چیزی نباشد، چیزی دیگری را بجز الله عبادت میکند، دعا میکند، طلب میکند. دعا یعنی طلب میکند، یگون چیز طلب میکند، میگد که به من یگون چیز فایده یا که یگون بلای مرا دور کن. دانید که یگون دلیلی به خودش ندارد. الله این چیز حرام کرده است، از جانب الله به خودش دلیل برهانه ندارد و الله کافرها رو نجات نمیدهد. یعنی این انسان کافر است، الله خودش گفته است، حکم داده است که این کافر است. پس تمام کسانی که به مزار میروند و لطه میبندند و در نزد مزار ذبح میکنند و به مزار توکل میکنند و به خاطر کشایشی کارشان به نزد مزار میروند و به خاطر فرزند به نزد مزار میروند، مشرکند و کافرند، اگرچه نماز خوانند و روزه دارند و حج کنند. و این چنین هر کسی که به حکم غیر الله حکم کند، هر پادشاه، پرزیدنت، امیری که به حکم غیر الله مطلقا حکم میکند، یا هر کسی که حلال الله را حرام و حرام الله را حلال بگیرد، یا هر کسی که قانون برار باشد، به مانند پارلمانت ها، دپوتات ها، کسانی که قانون میبرند مخالف قانون الله، یا کسانی که حرکت میکنند برای تطبیق حکم غیر الله، اراده حکم غیر الله دموکراسی دارند، همه اونها مشرکند، خواهند نخواهند، همه اینها کافرند، خواهند نخواهند. سبحان الله. پس این مسئله و موضوع را با دقت گوش بکنید، ببینید موضوع و مسئله بزرگ است و ان شاء الله امیدوارم که الله سبحانه و تعالی به حق همه ما و شما را نائل بکند. پس با همین القرار به پایان میرسانیم. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم. و آیت دیگر است در این مسئله، یک آیت دیگر است که باید بیان کنیم: الذين تدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. آنهایی که دعا میکنند بجز الله چیزهای دیگری را که به اونها نه فایده میدهد نه ضرر میدهد و میگن که اینها شفاعت کننده ما در نزد الله هستند، بمانند قبر پرستا، مرده پرستا که اولیای و انبیای و ملائکه را عبادت میکنند، دعا میکنند و میگن که اینها ما را در نزد الله شفاعت میکنند، یا که میگن که ای اولیا در حق من دعا کن از الله و غیر. این شرک است. بارک الله فیکم. و از الله دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی همه ما را موحد کند و از شرک و کفر و نفاق و فسق نجاتمان بدهد. برحمتک ارحم الراحمین. امین.